ساعت 8:50 پارک پردیسان هستیم. مرسی. اینجا منظره قشنگ میشه. 120 نه 150 آره اون سرویس اون بریه. اجازه میدین؟ آمتی نوکر پارک پردیسان. باریکلا. ماشاءالله عزیزی. این خیلی سبک بود. افتخار بده ماشاءالله. آمتی خوبای پارک ها. ماشاءالله. واسه من که الان نیست. ماشاءالله. خودتون معرفی کنید و بفرمایید که هدفتون از اومدن به پارک پردیسان و ورزش کردن چیه؟ من مهدی هستم و اینکه میایم دیگه یه روز در میون هر روز میام پارک پردیسان. اول اصلا برای سلامتی و بعد تناسب اندام. من بیاید. امیر حسین هستم. هدفم از اومدن به پارک برای اینه که اول از همه سلامتیمو به دست بیارم، دوم از همه که فیزیک بدنیم و اینکه بتونم به اون تناسب اندامم برسم و از بیماری ها دور باشم. خیلی